اصلا چرا برنامه ریزی؟ چرا آدما برنامه ریزی میکنن؟ چرا من به یه برنامه نیاز دارم؟ برای رسیدن به یک هدف. یعنی تعریف پلنینگ رو شما نگاه کنین، میگه it's the process of organizing ideas and activities to achieve a goal. این خیلی بخش مهمیه. کدومش اول میاد؟ اول باید برنامه ریزی کنم بعد هدف گذاری، یا اول هدف گذاری بعد برنامه ریزی؟ قطعا اولش هدف گذاریه. و یه مشکلی که خیلی از ماها، یعنی من خودم خیلی باهاش دست و پنجه نرم کردم، شاید الانم یه جاهایی سایه بندازه تو زندگی من، اینه که وقتی من هدف شفاف یا درستی ندارم، این درست یعنی هدف گذاریم غلطه. مثلا مثال میزنم، اولین سالی که من شروع کردم برای آیلتس آماده بشم، چون مثلا رشته دانشگاهیم زبان انگلیسی بوده، مدرس زبان بودم، شغلم این بوده، از بچگی زبان خونده بودم، اینجوری بودم که من میخوام آیلتس بدم و 9 بشم. و بچه ها انقدر این هدف اشتباهی بود، من نمیگم 9 شدن بده، بله یه کسی که توی این فیلد داره کار میکنه باید خودش رو بهش برسونه، ولی میخوام بگم برای اون موقع من این هدف بی خودی بود، خیلی ایرلوونت بود. من هنوز هیچی از آزمون نمیدونم، من باید برم 9 بشم که چی بشه؟ تو اصلا باید ببینین نمره های پایین تر، اصلا الان کجا وایسادی؟ یعنی اون هدف اصطلاحاً میگن it has to be relevant to you. مثلا میگم الان یه تبی که خیلی چی میگن، یه تبی که داغ شده اینه که آدما میخوان مهاجرت کنن ناخودآگاه، وقتی که همون داستان باری به هر جهت رفتنه. من مثلا نشستم دارم زندگیمو میکنم، ای فلانی رفت، اینم رفتم، منم مهاجرت کنم. یعنی میخوام بگم که این میشه یه هدف اشتباهی. خب تو اصلا فقط چون بقیه دارن میرن میگی همه دارن آیلتس میدن منم یه آیلتس بدم. میخوام بهتون بگم خیلی وقتا اینکه شما رو برنامه پیش نمیرین، در جا میزنین، به مشکل میخورین، میتونه دلیلش تنبلی شما نیست، دلیلش خدای نکرده خنگ بودن شما نیست، دلیلش این نیستش که شما تواناییش رو ندارین، دلیلش اینه که هدف اشتباهی گذاشتین، اولویت زندگیتون نیست در واقعیت. یکی از مسائلی که من رو خیلی ناراحت کرده چند وقته مثلا اینه که من چقدر پارسال روتین خوبی داشتم، به لحاظ حالا ورزش کردن بود، کتاب خوندن بود، پادکست، یعنی هر آن چیزی که من یعنی آیدای الانو ساخته از پارسال و سال قبلشه که خیلی رو خودم کار کردم. الان نه اینکه ول کرده باشم و انقدر مشغله های من زیاد شدن که وقتی که با مشاور مطرحش کردم گفت فکر نمی‌کنی شاید الان اولویت نیست ورزش کردنه؟ ورزش کردن خیلی چیز خوبیه، هنوزم هی تلاش میکنم یه جایی تو برنامه جا بدم دوباره به اون روتینه برگردم، ولی فکر کردم راست میگه. من پارسال خیلی از کارهایی که کرده بودم، کتاب خوندن‌ها، پادکست گوش دادن‌ها، یاد گرفتن‌ها، دوره آموزشی دیدن‌ها، برای این بود که به این نقطه‌ای که الان روش وایسادم به همین برسم. خب اشکالی نداره، الان اولویت من نیست. حالا چرا ورزش میکنم در مورد اون با هم دیگه صحبت میکنیم. پس میخوام بگم که ما باید یک هدف درست رو، حالا در مورد اینکه هدف درست چیه هم با هم صحبت میکنیم، هدف درست برای خودم بذارم، این هدف رو بریک داون بکنم، ببینم که اول اینکه به چراییام فکر کنم واقعا چه چیزیه که منو به وجد میاره. اینکه این مهاجرت که اون مهاجرت که این آیلتس داد اون من 9 بگیرم که به خودم و بقیه ثابت کنم که من خیلی آدم خفنیم، این نشد هدف گذاری درست. چی قراره به تو اضافه بکنه؟ اون حسه که قلقلکت میده اگه آیلتس تو بگیری تو دستت، اگه مهاجرت بکنی چه جور حسیه؟ سعی کن واقعا بهش فکر کنی. اصلا فکر کن همین الان آیلتس تو دستته، اون حس قشنگه دقیقاً چیه؟ اگه بتونی اینو بر خودت ملموسش کنی، حسش کنی و یه چیزی که تو رو قلقلک بده، به اشتیاق بیاره، از خواب بیدارت میکنه صبح. یعنی من یه دوره‌ای خیلی یعنی تازه فهمیدم که هدف گذاری یعنی چی. من مثل خیلی از شماها مشکل شروع کردن داشتم، شاید الانم یه ذره گاهی بیاد دستمو بگیره، مشکل شروع کردن داشتم، یه جوری هم اگه شروع می‌کردم مشکل ادامه دادن داشتم و من اگر این دوتا مشکل رو حل نکرده بودم الان اینجا پیش شما نبودم. یعنی اصلا هیچ اسمی از من شما تو فضای مثلا توی اینستاگرام، تو فضای من هیچ جا نمیشنیدین.
برای خودم بودم، با بچه‌هایی که باشون کلاس خصوصی داشتم و هیچ کسی اسم من رو نمیدون. هیچ دوره آموزشی این شکلی وجود نداشت. این کانال تلگرام الان نبود. چرا؟ چون شروع کردم برای من سخت بود، ادامه دادن هم برای من کار سختی بود. وقتی که هدف گذاری درست باشه، انقدر شوق داری شب دلت نمیخواد بخوابی، صبح دلت میخواد زودتر از تختت بپری بری دنبالش، چون اون عشق است دیگه. من میخوام به یه چیزی برسم، چون دارم ویژن دارم ته داستانو میبینم، نوک دماغمو نمیبینم، دارم اون تهو میبینم، اونه که داره منو میکشونه با خودش. وقتی هدف گذاری درسته من میتونم حفظ انگیزه کنم. این که میگن ما به انگیزه نیاز نداریم شاید جمله غلطی باشه. یعنی قطعاً داشتن انگیزه به ما کمک میکنه که بریم جلو، ولی این انگیزه باید از یه جایی بیاد که هی نره. چون انگیزه تمایلش، یعنی اصلا با طبیعتش اینه که بیاد و بره، بیاد شروع کنم بره نتونم ادامهش بدم. ولی وقتی ریشه کار درست باشه انگیزه هیچ وقت نمیره، چون من میدونم چرا دارم این کارو میکنم. حالا بریک میکنم چه جوری این کارو باید انجام بدم، چه قدم‌هایی باید بردارم. یکی از بهترین کتاب‌هایی که توی این مسیر به من کمک کرد، اگر که دوست داشتین وقتشو داشتین، پیشنهاد میکنم قدرت برنامه‌ریزی برایان تریسیه. یعنی به نظر من این کتاب فوق‌العاده بود. اول باهاش ارتباط برقرار نمی‌کردم، بعداً دیدم چقدر، یعنی هر جمله به جملهش مینینگفوله. پیشنهاد میکنم حتما اگر امکانش رو دارین این کتاب رو شروع کنین بخونین، چون خیلی کمکتون میکنه. حالا چه به اهداف مالیه چه به اهداف غیر مالی بخواین برسین، بدونین که اصلا لازمش چیه. اینو باید دقیقا درکش بکنین. مغز میره رو اون حالت ریوارد سیستم. یعنی من برای این حفظ انگیزه ناخودآگاه هدف گذاریم درست بوده، به شور و اشتیاق افتادم، قدم اولو برمیدارم انجامش میدم، اینقدر حس انجام دادنش قشنگه، دلم میخواد دوباره انجامش بدم، دلم میخواد دوباره، و این میره رو حالت ریوارد سیستم و اون دوپامینی که مغز ترشح میکنه و من اعتیاد پیدا میکنم بهش. همینجا یه چیزی رو بهتون از تجربه خودم بگم. من یادمه که یه دوره‌ای برای بچه‌های خودم، دوره‌های فرمول 7، بعضیاشون که یه حالت مشاوره خصوصی طور با هم داشتیم، بهشون گفتم من یه دوره‌ای شستن ظرف‌ها و حتی برام کار سختی بود. یعنی انقدر این نمیدونم چی بذاریم، افسردگی بود، بی‌انگیزگی بود، انقدر غلبه کرده بود به من که هیچ کاری نمیتونستم بکنم. به معنای واقعی کلمه رو تخت دراز میکشیدم، فکر میکردم، فکرهای منفی، کلی ایده داشتم ولی نمیتونستم انجامشون بدم. نمیدونم ترس بود، چی بود، هر چیزی که بود. به خودم گفتم که تو که هیچ کاری نمی‌کنی عملاً در طول روز، پس بیا پاشو برو تراپی رو شروع کردم. فکر کنم 3 روز در هفته بود. یعنی به خودم گفتم آیدا فقط برو تراپی، هیچ کار دیگه ای نمیخواد بکنی، بخواب، پاشو مثلا غذاتو بخور، صبحونه‌تو بخور، برو تراپی. بعد تراپیست مثلا خب یه سری تمرین‌ها هم بهم میداد که انجام. همین 2 هفته گذشت، اینجوری بودم که بذار ورزشم بهش اضافه کنم. بچه‌ها در مورد ورزش چیز جالب بهتون بگم، من هیچ وقت نه به ورزش کردن علاقه داشتم، نه آدمش بودم، نه استمرارش داشتم اصلا. یه تجربه رو همینجا از یه چیزی که تجربه کردم، زیست کردم، میخوام بهتون بگم. من یادمه که زمانی که کلاس زبان فرانسه رو شروع کردم و حتی کلاس زبان اسپانیایی، اینا رو ادامه ندادم. بعد اصلا کلا یکی از ناراحتیام این بود که چرا شروع میکنی ادامه نمیدی. بعد اصلا میشد یه بار مضاعف، یعنی حال من هی داشت بدتر و بدتر میکرد. خلاصه به خودم گفتم که تو پس چجوری انگلیسی رو یاد گرفتی تا تهش رفتی؟ اصلا از این داستانا نداشتی که از 10 سالگی شروع کردی تا 18 سالگی همچنان، هنوزم که درگیرشم. گفتم پس چرا این فرانسه اینجوری شد، چرا اسپانیایی اینجوری شد، پس اون موقع چجوری استمرار داشتی؟ و یه ذره عمیق که شدم دیدم من اون موقع به نتیجه فکر نمی کردم. مثلا منو ثبت نام کرده بودن کلاس زبان و من بای دیفالت رو حالت آتوپایلوت میرفت. اصلا نمیدونستم زبان چه آینده‌ای میتونه بر من داشته باشه، نمیدونستم چه چیز خیلی خوبیه یا اصلا هیچ درکی ازش نداشتم. میرفتم چون فکر میکردم باید برم، میرفتم کلاس زبان، میومدم. ورزش کردن و من به خاطر یه مشکل سلامتی جسمی که دارم خیلی ورزش برام مهمه. یعنی هر یه مسئله که دارم اضطرابه. یادم یه دکتری که رفتم گفت چرا ورزش نمی‌کنی؟
چرا مثلا نمیری شنا، چرا نمیری کلاس رقص، چرا مثلا قرص بخوری. سر مسئله اضطرابم بود و من اینو همیشه میشنیدم، ولی خب اینجوری بودم که مثلا از این گوش بشنو از اون گوش درک کن و اصلا نمیتونستم اجراش کنم. بعد که اون داستان اتفاق افتاد که بهتون گفتم، بعد 2 هفته گفتم بذار ورزشو نه به خاطر اینکه بدنم قشنگ بشه، خوش هیکل بشم، این مثلا کیلو وزن از دست بدم، مثلا کم کنم، نه. اینجوری بودم که تو هم برای سلامت جسمیت هم برای کنترل اضطراب استرست نیاز داری به ورزش. چرا این اتفاق افتاد؟ چون به من یه قرصی داده بودن، انقدر عوارض این قرص زیاد بود، حالا نمیدونم تجربهشو دارین یا نه، به خاطر PCOS کیسه تخمدان یکی از قرصایی که تجویز میشه متفورمینه. متفورمین خیلی عوارض گوارشی بدی داره. من هی میمدم این قرصو شروع کنم نمیتونستم ادامه بدم، هی میمدم شروع کنم دیدم اینجوری که نمیشه که. بعد هی سرچ کردم، مقاله خوندم، نه همش راجع به لایف استایل و ورزش بود. گفتم بیا یه محبتی بکن، یه لطفی به خودت بکن، قرصو بذار کنار. قرص رو که نمیتونی بخوری، نمیتونی خودت هم همینجوری ول کنی که، ورزشو بذار جای داروت. و این یه تاثیر خیلی خوبی که داشت این بود که من دیگه، چون ببین تو وقتی که فکر میکنی من میخوام ورزش کنم که به این اندام برسم، مثلا شکمم فلان بشه، انقدر وزن کم کنم و اینا، هر روز میبینی اون اتفاق نیفتاده و تو فیل شدی و حالتو بد میکنه و ادامهش نمیدی. یا مثل همون داستان زبان خوندنه، چون توی دنیای بزرگسالیم درگیرم، چرا فرانسوی من خوب نمیشه، چرا اسپانیایی خوب نمیشه، ولش کن دیگه، خسته شدم. اینم که نتیجه ای نداشت. ولی اون زمان مثلا به نتیجه فکر نمی‌کردم. دیدم جدی ها، اصلا تو نباید اینقدر، نه که تو ناخودآگاه به نتیجه میرسی وقتی رو الان و قدم‌های الانت چیز می‌کنی. مثلا بعد 2 ماه 3 ماه مربیم آنلاین هم تمرین می‌کردیم، اسکرین شات گرفته بود در رو صفحه، گفت ببین چقدر بدن تغییر کرده. و می‌شدم راست میگه. اگه از اول می‌خواستم فکر کنم که کی به اون بدن میرسم نمی‌رسیدم. ولی من اصلا ولش کرده بودم. نتیجه نه بابای نتیجه. من فقط میخوام ورزش کنم به خاطر سلامتی. پارسال یه دوره‌ای باز خیلی داون شده بودم. حالا بذارین جلوتر اصلا در مورد یه سری کارا که میخوام صحبت کنیم اونجا بهتون بگم که خیلی میتونه این تجربه من کمکتون کنه وقتی که یه کرختی بی‌انگیزگی شدید میاد سراغتون و هیچ اقدامی نمیتونید بکنید. یکی از چیزایی که به من گفتین و منم داشتم این رو، اینه که من یه روز ساعت 7 صبح پا میشم تا شبم درس میخونم، ولی یه دفعه یه روز کلا انگیزه ندارم و هیچ کاری نمیکنم. در مورد این حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. پس لطفاً به همه این چیزایی که میگم فکر کنین، چون خیلی اهمیت داره. آقای جردن پیترسون، یکی از جملاتی که جردن پیترسون روی من تاثیر گذاشت، از چیزایی که بچه‌ها من پارسال بهش رسیدم و روش کار کردم. ببین چقدر میتونه یک سال تو چقدر میتونی بزرگ بشی، چقدر رشد کنی، چقدر تغییر کنی. مثلا وقتی به ورژن پارسال خودم فکر میکنم، مثلا فکر میکنم 5 سال پیش بوده. حالا 5 سالم نه، اغراق نکنیم، 3 سال پیش بوده، 1 سال پیش. اینقدر تغییر. مثلا به فروردین ماه امسالم فکر میکنم خیلی همه چیز عوض شده، چون همش دارم میرم جلو. Develop a vision of what you like your life to be. یه چیز خیلی کوتاه بهتون بگم. من با یه دوستی همنشین بودم که این آدمی بود که ویژنای خیلی بزرگ داشت که سفرهای فلان برم، خونه فلان بخرم، کلا خیلی آرزوی ثروتمند شدن، پولدار شدن و اینا رو داشت. و این همیشه با من راجع به مثلا کتابای موفقیت، روانشناسی و سقف ذهنی تو باید بیاری بالا و نمیدونم این چیزا خیلی حرف میزد. بعد من یه بار اینجوری بودم که خوش به حالش، مثلا چرا من قلقلکم نمیاد به این فکر کنم که اگه پول داشته باشم میتونم برم لاس وگاس رو ببینم، برم نیویورک، برم ویلای فلان بخرم. همون داستان هدف گذاری درسته سا واقعا هم انگیزه نمیداد. مثلا میگفتم خوش به حالش که این انگیزه رو داره، و چرا من اونقدر من آدم شادی نیستم، من افسردم، چرا من دلم نمیخواد اونو داشته باشم. یه جمله از آقای جردن پیترسون منو خیلی خوب تکون داد. یکی اینه که ما یه ویژن داریم که میخوایم به کجا برسیم که خب تا حدی میتونه کمک کنه و انگیزه بده. یکی برعکسشه. اگه من امروز اقدام نکنم، اگه عمل نکنم، اگه قدمی براش بر ندارم، این جایی که الان هستم و دوست دارم. یعنی جمله رو ببینید، میگه حالا develop a vision of what you like your life to be, or maybe you want to specify the place you want to stay the hell away from.
So you're terrified to fail as well as excited about succeeding. میگه که یا یه ویژنی رو برای خودت بساز از اون جایی که میخوای باشی و ایدئالته، یا شاید هم میخوای به اون جایی که مثل حالا میخوای اصلا از یعنی تو اون حالت نمونی و دور بشی، میخوای به اون فکر کن. اون که میتونه بهت انگیزه بده. و من پارسال وقتی که به اون شرایطی که توش بودم، حالا نمیگم خیلی شرایط بدی بود ولی خوشحال نبودم. اون چیزایی که تو ذهنم بود و زندگی نمی‌کردم. اون اتفاقایی که می‌خواستم نیفتاده بود. نمیگم الانم همش افتاده ولی خیلی تغییر وجود داشته توی این مدت. بعد اینجوری بودم که اصلا دلم نمیخواد تو این شرایط بمونم. حالا لازم نیست حتما منم ویژنم این باشه که نمیدونم برم مثلا آمریکا رو دوره مثلا دنیا رو بگردم فلان کنم بهمان کنم. چرا من اینا رو دوست دارم، ولی اون چیزی این تو این جایگاه و نقطه موندن خیلی برام ترسناک بود و دلم نمیخواست. یعنی میپرسه که میخوای سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 40 سالت شد و همون تو همون نقطه باشی؟ خیلی وحشتناکه. و به نظر من این مدلی بهش فکر کنید. اگر که داشتن اون ویژن ایدئال خیلی قلقلکتون نمیده، به شرایطی که الان توش هستین فکر کنید. و اگر که باز هم با فکر کردن به شرایطی که توش هستین قلقلک نمیده، یعنی یه جایی کار تو هدف گذاریتون میلنگه. شاید شما اصلا تر باشی که به مهاجرت یا آیلتس گرفتن فکر نکنید. نمیدونم، خیلی میشه در موردش فکر کرد. میگه که rather than thinking about what you want in the future, think about what you don't want. و من این جملهشو خیلی دوست داشتم. وقتی که هدف گذاری میکنیم، چرا گفتم چراییاتون رو بنویسین بچه؟ اگه چراییاتون درست نباشه، اگه قوی نباشه، اگه زیاد نباشه، سری میافتین تو این که خب که چی الان مثلا من این کارو بکنم. قشنگ این اتفاق براتون میفته. میگه از خودت بپرس who it is that you're trying to be. حالا فرم سوالش who is it that you're trying to be، ولی این مدلی میگه خودش. Use everything you learn as a means of building that person that you want to be. یعنی هر آن چیزی که در اختیارت هست استفاده کن برای ساختن اون شخصیت و آدمی که میخوای باشی. Because how are you going to hit something if you don't know what it is? اگه من چطور میتونم یه چیز رو هیت کنم، بهش برسم، تارگت بکنم اگر نمیدونم چیه؟ پس خیلی انقدر باید هدف تو ذهنتون شفاف باشه که به قول آقای برایان تریسی، اگر بتونی برای بچه 5 ساله تعریفش کنی، بعد اون بتونه بره برای بچه 5 ساله دیگه تعریف کنه. یعنی انقدر باید به جزئیات فکر بکنی. مثلا یکی از مشکلات من میتونم بوده آیلتس 9 بگیرم. آیلتس 9 چیه؟ اصلا چی رو 9 میخوای بگیری؟ آیلتس 9 دقیقا یعنی چی؟ کدوم مهارت رو میخوای 9 بگیری؟ اصلا نقاط ضعف چیه؟ نقاط قوت چیه؟ 9 بگیری چه اتفاقی میفته؟ میدونی؟ یه هشدار میده جردن پیترسون، میگه که به این فکر کن که اون کسی که تو میخوای باشی کیه، نه اون کسی که باید باشی، نه اون کسی که بهتره باشی، چون این دوتا با هم دیگه تداخل دارن، اوورلپ میکنن. همون داستانی که بهتون گفتم، همه دارن آیلتس میدن، همه دارن مهاجرت میکنن، پس منم باید این کار انجام بدم. ببین چی میخوای، واقعا اون خواستت چیه. فرق این دوتا خیلی با هم زیاده. چرا من توی برنامه‌ریزیم فیل میکنم؟ چرا نمیتونم برنامه‌مو ادامه بدم؟ یا آگاهی بهش داشته باشیم ضمنی. یکیش پرفکشنیسم یا کمالگراییه که منجر به پروکرستینیشن میشه. یعنی مچ خودتو بگیر. وقتی میبینی هی یکی از چیزایی که بهم گفتین به تعویق انداختن کارهاست، چیزی که منم باهاش خیلی مشکل داشتم، الانم میاد سراغم ولی خیلی بهتر شده. همه چیز برای دقیقه 90 و بعدن و اینها. این بدون که مال ترساته، مال کمالگراییته. مغزت میخواد ازت محافظت کنه، چون میترسه اون کارو نتونه خوب انجام بده، نمیره سمتش. overwhelming goals یعنی یه هدفی که اصلا تو رو overwhelm کنه دیگه. یعنی مثل همون داستان 9 من باید آیلتس 9 بگیرم. inconsistency بچه همه اینا هم به هم ربط دارن. یعنی خود اون perfectionism inconsistency میاره، خود اون هدف گذاری غلط inconsistency میاره. unclear focus or priorities همون داستان ورزش که بهتون گفتم که بهم گفتش که گفتم من نمیدونم چرا چرا ورزشم مثل پارسال نیست، چرا مثل پارسال منظم ورزش نمیکنه. خب شاید اولویتات عوض شده. خب دیدم راست میگه، من پارسال اولویت اولم ورزش کردن بود. چرا؟ برای اینکه حالم خوب باشه که بتونم یه سری کارا رو انجام بدم. چون ورزش کردن تمرکز منو خیلی میاره بالا، بازدهیمو خیلی میاره بالا، ایده های فوق العاده و خلاقانه‌ای به ذهنم میرسه. اصلا
معجزه میکنه. یعنی واقعا اگه من بهتون بگم یک چیزی وجود، یه قرصی وجود داره، یه دارویی براش وجود داره که من مشکل بی‌انگیزگی، مشکل کسل بودنم، خواب‌آلود بودنم اینا حل بشه، بگم ورزش کردن، باور میکنید انجامش میدید؟ امیدوارم که انجامش بدید. بحث اولویت هاست. مثلا میگم تو باید ببینی واقعا وقتی مثلا میگی که من خیلی سرم شلوغه، من نمیرسم درس بخونم، شاید اولویتت نیست زبان خوندن، شاید آیلتس دادن الان اولویتت نیست، شاید اولویت چیز دیگه ایه. external factors، حالا یک سری عوامل بیرونی هم داریم، self doubt و not measuring progress، یعنی من نمیتونم مثلا پیشرفت خودم رو بتونم ترک کنم، ببینم، یعنی روی مسیر درستی در واقع باشم. بچه‌ها وقتی دچار کمالگرایی میشین، میترسین یه شروعی داشته باشین، بگین که اینو برای خودتون تکرار کنین. A bad decision is better than no decision. یعنی من اگه یه شروع بد داشته باشم، شروع ضعیف داشته باشم، تصمیم بدی بگیرم، خیلی بهتر از اینکه هیچ تصمیمی نگیرم و هیچ کاری نکنم. من اگه پا میشم امروز رایتینگ بخونم، اگه بی‌دقت ویدیوهای رایتینگ رو نگاه بکنم، خیلی بهتر از اینکه رایتینگ رو نگاه نکنم. من اگه یه پادکست رو سرسری دارم اتاقم رو تمیز میکنم گوش بدم، خیلی بهتر از اینکه کلا پادکست گوش ندم. پس لطفاً با imperfect بودن، عالی نبودن دوست بشین، یعنی دوستش داشته باشین. Not making a decision is a big decision. این هم یکی از جمله هاست که احتمالاً شنیدین. تصمیم نگرفتن خودش یه تصمیمه و یادتون باشه که زندگی همیشه به ما حق انتخاب نمیده. خدایی نکرده یک سری عواملی که واقعا خارج از کنترل ماست میتونه، یعنی همیشه اینو به خودت یادآوری کن، میتونه اتفاق بیفته که منی که الان تمام شرایط برام مهیاست، منابع، کلاس، نمیدونم همه چیز، برای اینکه بخوام آیلتسمو بگیرم، مهاجرت کنم، خدایی نکرده انقدر دست میکنی، انقدر اینو عقب میندازی، انقدر دچار اون کمالگرایی، ترس، بی‌انگیزگی، هر چیزی که هست میشی، به یه نقطه‌ای میرسی که اصلا دیگه امکانش وجود نداره. یعنی قوی ترین آدمم تو اون شرایط نمیتونه بخواد برای آیلتسش وقت بذاره. پس حواستون خیلی به این موضوع باشه. حالا میخوام راه حلاشو بگم. اگه من دچار کمالگرایی میشم که باعث پروکرستینیشن میشه، گفتم start small and refine as you go. اینو میخواستم بهتون بگم. پارسال من بعد اینکه یه مدت ورزش خوب میکردم، بعد اون داستان تراپی و دیگه خوشم اومد، دیدم بدنم داره تغییر میکنه، عادت کردم، یه وقفه ای افتاد به خاطر جابجاییم از یک کشور دیگه دوباره اومدم ایران، روتینم اینا کلا عوض شد. دیدم که چقدر سخته دوباره شروع کردنش، یعنی هر چقدر بهش معتاد میشی فاصله میگیری، دوباره سخت میشه. یه ویدیویی از خانم میل رابینز دیدم که میگفتش که میگفت روتین روز بعدت از شب قبلش شروع میشه. یعنی من اگر برنامه‌م اینه که فردا صبح پاشم و ورزش کنم یا برم پیاده روی، خب باید زود بخوابم، لباسامو باید آماده کنم. مثلا میگفتش که لباسای ورزشی رو آماده کن از شب قبل، بذار پایین تختت. یا مثلا شنیدین که میگن که میخوای بری باشگاه، حال نداری، کفش ورزشی تو لباسات دم دست باشه، بپوش، فقط نرو تا باشگاه، یا برو باشه دم در، برگرد، اب نداره، دوباره فردا هم همین کار بکن. و یه چیز خیلی قشنگ از حرفای برایان تریسی، اصلاحات مداوم و تدریجیه. بچه‌ها میخوام بهتون یه ذهنیت درست تو برنامه ریزی بدم که همه چیزو 0 و 100 سیاه و سفید نبینین تو داستان برنامه ریزی. ما همش مدام فکر نکنین من میخوام یه برنامه فیکس بگم از این ساعت تا این ساعت بشینید درس بخونید فلان کنید. نه، من خودم وقتی برای خودم برنامه ریزی میکنم اینو یاد گرفتم و واقعا یک مهارته. مثلا میام یه چیزی رو اجراش کنم، میبینم که خب این معقول نبود، هفته بعد متفاوت میکنم برنامه ریزیمو، دوباره هفته بعد اصلاحات مداوم و تدریجی تو همه چیز. یعنی یه چیز فیکس برای خودتون نذارین نشد بگین نشد. مثلا میگی که من میخوام روزانه 1 ساعت چه میدونم مثلا پادکست گوش بدم، یا میخوام یه درسی رو بخونم، بعد میبینم نمیشه، 1 روز 2 روز 3 روز میام ولش کن دیگه، من که نمیرسم بخونم. نه، بیا بکنش 1 صفحه. اگه 1 صفحه نشد بگو خب پس از فردا 1 نصف صفحه بهش نگاه میکنم. کوچیکش کن اون قدم‌ها رو. پارسال کاری که من کردم برای شروع دوباره این بود که به خودم گفتم که خب این چیزی که از خانم میل رابینز شنیده بودم،
متمو پهن میکردم تو اتاق، از خواب که پا میشدم خودم رو مجبور میکردم برم بشینم رو مت، یعنی فقط رو مت ورزشی میشستم. بعد گفتم خب حالا میتونی مثلا یه ویدیو یوتیوب نگاه کنی رو متت، حالا مثلا یه سری حرکات کششی، اصلا یه صفحه کتاب بخون روی متت. لباس ورزشی من میپوشیدم ولی ورزش نمیکردم. بعد کم کم، یعنی خیلی هم زود این اتفاق افتاده، حست میاد برای ورزش کردنه و خیلی قشنگه وقتی کوچولو کوچولو شروع میکنی. overwhelm بودن هدف‌ها یعنی همون نمره 9 که من میخواستم، میگه که اینو به قدم‌های خیلی کوچیک، مثلا من اگه دلم میخواد یه نمره خیلی خفنی تو آیلتس بگیرم به هر دلیلی، قرار نیست من یه دفعه به 9 برسم، ولی کم کم بهش برسم. یه چیز خیلی مهم، من میخوام وزن کم کنم، به جای اینکه بگم من باید 10 کیلو وزن کم کنم، اینو از دکتر موسوی یاد گرفتم، واقعا چقدر دوست داشتم این توصیه که کرد. میگه یه دامنه براش تعریف کن، نگو من باید 10 کیلو وزن کم کنم، بگو من سعی میکنم بین 5 تا 10 کیلو وزن کم کنم. مثلا من سعی میکنم خودم رو به نمره بین 7 تا 8 برسونم. من سعی میکنم روزانه بین نیم ساعت تا 1 ساعت زبان بخونم. نگو من روزانه باید 1 ساعت زبان بخونم، من باید 5 ساعت زبان بخونم. حد اقلش چقدر باشه، حد اکثرش چقدر باشه، که در بدترین حالت بتونی حداقل انجام بدی که حفظ انگیزه کنی. در مورد این کانسیستنسی شما باید برنامه داشته باشین و بهش بچسبین و اینو در مورد صحبت میکنیم که چی باعث میشه شما این کانسیستنت بشین. در مورد فوکستون، یه کار خیلی اشتباه میگه که unclear focus or priorities. من میخوام همه کارا رو با هم انجام بدم، من میخوام همه اسکیلا رو تو یه روز بخونم. نمیشه همچین چیزی، اصلا شدنی نیست. یعنی من آیدام نمیتونم 4 تا اسکیل تو یه روز بخونم، شما چرا همچین انتظاری از خودتون دارین؟ مالتی تاسکینگ یه بسیار کار مسموم و اشتباهیه. فکر نکنین اگه بتونید مالتی تاسک کنید خیلی آدم خفنی هستین. نه، اولویت هاتون رو در طول روز مشخص کنین. هر روزی اولویت خودش رو داره. شاید فردا روزیه که اولویت من وقت دکتر رفتنمه. شاید مثلا فردا اولویت من وقت گذاشتن با خانوادم باشه. اولویتتو مشخص کن و خودتو شلوغ نکن. چند تا هدف گنده بر خودت نذار. در مورد عوامل بیرونی external factors، یک چیزی که دارم تمرینش میکنم و خیلی سخته اینه که ما باید خودمون رو با شرایط بیرونی وقف بدیم. یه خبر بد میشنوم حالم بد میشه، دیگه نمیام برنامه‌مو رها کنم، خودم رو وقف میدم، حالا اشکال نداره یه ساعتم برای خود باشم. در مورد سلف داوت، هر زمان که دچار تردید میشید و به خودتون شک میکنید، به تواناییاتون، به اندازه کافی خوب نبودنتون یا هر چیزی، یاد دستاورداتون بیافتید که چه چیزهایی رو تونستین، چه کارهای سختی تا الان انجام دادین، چه دستاوردهایی داشتین. و not measuring progress از ابزارهایی که میتونه عملکردتون رو مانیتور کنه استفاده کنین که حالا جلوتر بهش میرسیم.